برادران خیلی عزیز و گرامی، در این لحظه هایی که ما و شما نشسته ایم در خاندان خدا رحمت کنه که داملو را بابای داملو سیوالی از الله بسیار مهربان خواهان او هستیم که خداوند روحش شاد گردانه، قبرش پر نور گردانه، لغزش ها و سهو و خطاها را الله مهربان با فضل کرمش بخشیده بگردانه. از رحمتی اکای داملو که بسیار فرزندای خوب هم باقی مانده است. برادر ما که قاری بسیار محبت کردن و بسیار یک نشست خوبی را آماده کردن تا انشاءالله اراده شونم همینه که عقیده اهل سنت بر همینه که ثواب این که به روح گذشته های ما و شما میرسه، اراده شون همینه که به اشتراک اهل این علما و اشتراک اهل این دوست ها و همسایه ها روح پدر شاد شود. خدای مهربان این مقصودهای نیک اهل خاندان حاصل گردانه و ثواب این خیر و احسان بروی حضرت داملا رسانه. و برادر ما قاری از طبیبایی که در اینجا نشستن بسیار تشکر گفتن که خدمتشون در حق اکای داملا کردن، لیکن روزی بود شده را برادرای عزیز هیچ کس پیش راهش گرفته نمیتونه. از این لحاظ در حق جمعی طبیب ها ما چندین بارها چندین برنامه هایی که داشتیم، حتی در برنامه هامون هم در حقشان دعا کنیم که حقیقتا برادرای طبیبی ما در تمام گوشه و کنار تاجیکستان هر جایی که طبیب ها بودن بیمار ها مراجعت میکردن بسیار خدمت ارزنده کردن. الله همه این برادرای ما را عمر دراز و ایمان کامل و حتی ما هم اخبارها را میخونیم بسیاری از طبیب ها هم در برابر این بیماری ها هم گذشتن خچانه. خدای مهربان اونها را هم رحمت و مغفرت چون کنه و انشاءالله هم درجه هایی که برای این بیماری کفارت گناه و شهادت بود، الله با جمعی این بیماری ها با جمعی آن گذشتگی ها خدا این مقام و این منزلت هم نصیب بگردانه. برادرای عزیز و گرامی، خداوند در قرآن سوره داریم به نام فصلت. در آیت 33 از این آیت قرآن از این سوره مبارکه فرمود که و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. صدق الله العظیم. برادران عزیز و گرامی، خدای مهربان بسیار یک اشاره برای ما کردن که گفتن هیچ سخن بالاتر از آن سخنی نیست که وقتی میبینید نفر مردم به سوی الله دعوت میکنن. هیچ سخن بالاتر از این سخن نیست. میگه بهتر از این سخن الله میگه دیگر سخن یافت نمیشود. و من احسن قولا ممن دعا الی الله. هیچ قولی، هیچ سخنی بهتر و زیباتر و استوارتر
از این یافت نمیشه وقتی میبینی نفری را که مردم به سوی خدا میخوانه، مردم به سوی بندگی میخوانه و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. و بهتر از این سخن هم نیست که وقتی انسان گوید من الحمدلله مسلمانم. پس برادران عزیز و گرامی، ما الله را دائم سپاسگزاری میکنیم. من راستی اکو رنگی که در خودم یک همین چیزا بسیار مهم شماریدم که در کدام محفلی که اشتراک دارم اولا شکرگزاری همین را میکنم که امروز خدای مهربان در همین دیار ما و شما همین امکانیت داد است که ما در یک جا سرجم میشیم، 5 کسای 10 کسای کمتر بیشتر بین یک دیگر وقتی یک آیت قرآن میگیریم یا یک حدیث پیامبر میگیریم برای مردم از حق بندگی هم صحبت میکنیم. این هم برادران عزیز جای شکرگزاری هم هست و یکی از گوییم نشست های خیلی مهم هم به شمار می رود. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی پرسیدن ایو جلسائنا خیر، حضرت وقتی پرسیدن حضرت برای ما جای نشست معین کن، مثلا کجا دا بشینیم، با کی بشینیم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای آن کسانی که خواهش کردند که ما را دلالت کن با کی بشینیم، با کی ها همنشین باشیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره به کی کردند؟ گفتن با نفری بشینین که هر گاهی که او را دیدین الله به یادتان بزنه. من ذکرکم الله رؤیته، با نفری بشینین که وقتی میبینینش بندگی خدا به یادتان بزنه. و زاد فی علمکم منطقه، با کسی بشینین که در علمهای شما با یک گویم فهمش نوی اضافه شود. و همچنان در اعمال شما هم از نگاه او، از نشست او یک پیشروی در عملهاتون پیدا شود. برای همین برادران عزیز و گرامی خداوند سپاسگزاری میکنیم که امروز گاه گاه این خیل امکانیت و شرایط های برای ما و شما میرسد که ما بعد اینقدر گویم نوش و نعمت ها باز چند دقیقه قال الله و قال رسول الله میگیم. برادرای عزیز، دیگر چیزی که من سپاسگزاری میکنم دائم این است که در مردم ما همین محبوبیت هست، همین محبوبیت هست که میره مثل دسترخوان برادر ما قاری واری همه نوش و نعمت هست، مردم مقصد سراسیمه میخورن، لیکن گویم ایستادگری میکنن تا چیز شنون و بعد مقصد از خانه بیرون شوند. این هم از همین یک معرفت بلند مردم ما و شما آگاهی میکنند که این مردم الحمدلله یعنی معرفت بسیار بلند دارند. جناب مولانای رومی میگفت خواهی که در این زمانه بین اگر شما خواهید که در این زمانه فردی گردی یا در راه دین صاحب دردی گردی،
اگر تو خواهی که در همین زمان همیشه در حق تو دائم مردم یک گمانی نیکی داشته باشند، دائم ترا به نیکی یاد کنند. کی نمیخواه همین جمعیت که مردم همیشه به نیکی یادش کنند؟ هممون میخواهیم. دیگر گفت یا در راه دین صاحب درد گردی، یا چنان مسلمان باشی که درد دین احساس کنی. چرا که درد سرت احساس میکنی، چگونه که درد شکمت احساس میکنی، درد دین تا هم احساس کنی. اگر خواهی که از زمره اینها هم باشی، میگم میدونی که اینها را کی تو پیدا میکنی؟ این را بجز از صحبت مردان مطلب. مردی گردی چو گردی مردی گردی. حضرت میگه همون زمان اینها را تو موفق میشه که ببینین وقتی شما با مردان خدا میشینید، وقتی شما با دانشمندها میشینید، وقتی شما بسیار مقصد وقتی قیمت خودتان هم برای این لحظه جدا میکنید. این را بجز از صحبت مردان مطلب. جای میگه یافتنش انا همینجاست. مردی گردی چو گردی مردی گردی. خدا رحمت کند بابای مولا شریفه، الله رحمتشون کنه که استادای ما بودن. اونا میگو مردان خدا خدا نباشن، لکن زی خدا جدا نباشن. البته مردان خدا خدا نیستن برادران، لیکن از خدا جدا نیستن. برای این لحظه ها برادرای عزیز بسیار لحظه های خوبی هست، بسیار لحظه های قیمتی هست. ولی خدا رحمت کنه شیخ سعدی را و حضرت میگفت که ما را بهشت صحبتی یارانی همدم است، دیدار یاری نامتناسب جهنم است. هر دم که در حضور عزیز بسر بری، دریاب که از حیات جهان حاصل آن دم است. میگو بچه میدونی که همین عمره که تو سپری کسته، اگر حاضر برادرها اگه شیخ سعدی را سخن شاید طرف ما نمود، از همین مردم سوال کنیم که برادرای عزیز خوب بهترین روزی تو کدام روزه؟ هر کس شاید جوابهای بسیار گویم ثوابناک هم شدنیم. چکلی که حسن بصری را پرسیدن که حضرت بهترین روزی تو کدام روزه؟ چی جوابی زیبا گفت؟ گفت همان روزی که الله را معصیت نکنم، همون روزی که اگر خدا را گناهگار نشوم، همون روز گفت بهترین روز برای منه. حضرت علی را پرسیدن حضرت گفت همان روزی هست که اگر توبه ما الله قبول کنه. لیکن شیخ سعدی اگر ما امروز پرسیم بنده های خدا را بهترین روز تو کدام روزه، شاید که نسبت به همین دنیا بتیم، شاید از بس که برادرای عزیز شاید فهمی شما کنشیده یا هوش و گوش ما فقط و فقط در همین تکاپوی دنیا که هست، به همین خاطر شاید ما نسبت به همین برارهایی که در دنیا داریم به همین بتیم. لیکن شیخ سعدی میگد که بینن میگد ما را بهش صحبت یارانی همدم است، دیدار یاری نامتناسب جهنم است. هر دم که در حضور عزیز بسر بری، دریاب که از حیات جهان حاصل آن دم است. بهترین از لحظه های عمر شما میگد شیخ همون لحظه هایی هست که وقتی شما یک محفل را دریاب کردین که از بندگی الله صحبت میرفت. یا خود جناب ابن حجر اسقلانی میگفت سه چیز میگفت، سه چیز سلاستون میگفت تفرج الغصص، سه چیز میگفت غمهای شما را دور میکنه.
ولی چگونه آیت قرآن میگه الا بذکر الله تطمئن القلوب. میدونین میگه که شما را آرامش چی میبخشه؟ فقط یاد من. الله میگه اگر خواهی که در خودت آرامش پیدا کنی، همین آرامش برادر، همین تمامی طبیب های روی عالم فقط و فقط وقتی برای بوی که هم خیلی مقصد خیلی خدمت ناراحت است میکنم، یعنی آرام نیستم، آرام نیستم. یعنی از ناآرامی وقتی که آدم شکایت میکنه، بین پیش طبیب ها ده، ولی یکی از دکترهای بسیار مشهور و معروف از ملک های آلمان بوده است به نام ماریدر گفتگی و این مسلمان شده است. میگه بسیاری از همین نفرها می آمدن و فقط میگفتن که همین وقتی خوش ندارم و این رو میگه این ملکی ما ملکی نیست که تنقیسی از مواد از شرایط باشد. همه شرایط مقصد خوبه، همه امکانیت نغزه، فقط و فقط همین آدم ها دا آرامش نیست. بعد میگه این دکتر چی میگه؟ میگه این دکتر میگه که اگر اینها زندگی را، حیات از دریچه ایمان نگاه میکردن، این خیلی ناآرام نمیشیدن. میگه من ناآرامی اینها را در بی ایمانیشان میبینم. مادام بی ایمان که هستن، با الله که مقصد رابطه ندارن، اینو ناآرامن. میگه و ایو عملیات دارن، در تمام دنیا خانه دارن، ده ها طبیب ها مقصد دائم در گرد اینها خب ایو را معالجه میکنه، لیکن بازم آرام نیستن. میگه یا گم کرده ایمانن، زیرا او از خودش تخمین میزنه که من هم مقصد همین خیل بدم. برای همین برادران عزیز و گرامی، یعنی آرامی شما را الله چی میگه؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. شما میدونین میگه که وقتی که با ذکر من مشغول شد، آرامش پیدا میکنی. حقیقتا برادرای عزیز، اگر انسان جدی در ذکر در آید، تمامی همون مشکلات و پرابلم چیزی که هست، هیچ چیزش دیگر در ذهن نیست. یا اگر وقتی که آدم در نماز در آید و جدی الله را اگر عبادت کنه، در همین حالت مقصد آرامش هم پیدا میکنه. نه دیگر فکر یگان زن، نه فرزند، نه دیگر یگان پرابلم هایی که از همه دیگر در اون لحظه تو دورن. انا که جناب شیخ سعدی بعد چی میگه؟ میگه که هرگز حسد نخورده و حسرت نبردم. در امر میگه همین دو چیزی بسیار رزیل بود، همینها در من نبود. یکی در یگان کارم پشیمان نشدم، دویم بر هیچ بنده خدا حسد بردگی نیستم. حسدم برادر از یک بگیم شاخه بخیلی، به هیچ کس بخل نورزیدم، حسد نبردم. چی داره، چی نداره، چی کار میکنه، کیه، این خصلت ها میگه در من نبود. هرگز حسد نخورده و حسرت نبردم جز بر دو رو یار موافق که در هم است. آنها که در بهار به صحرا نمی روند، بوی خوشی ربیع برایشان محرم است. میگن یک حالت ده هم حسد خوردم هم حسرت بردم. گفتن حضرت کدام حالت بود؟ گفت فهمیدم که در خانه رحمتی داملو بابای سیولی ده یک محفل علمی شده است، یک مقصد پند نصیحت شده است. وقتی در همونجا که اشتراک نداشتم، برای اشتراک نکردنم حسرت خوردم و بر اشتراک کردگی ها حسد بردم که اینها بودن و من نبودم. برادرای عزیز، این لحظه های ما را عزیزای خدا حتی میگن ما به شما حسد میبریم که شما هستین و ما نیستیم. یعنی از مهم بودن همین نشست های
ای ضرور بودن همین نشست ها های برادر عزیز، این نشست ها بسیار خیر زیادی دارند، بسیار برکات زیادی دارند. حضرت مولانا میگو جانور فربه شود لیک از علف، آدمی فربه ز عز است و شرف. آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق نوش. جانور از راه حلق نوش فربه میشه، لیکن انسان از راه گوش فربه میشود. مقصد فربه شدن معنای گوشتی بسیار گرفتن نیست، معنای البته توفیق زیاد پیدا شدن است، محبت بدین پیدا شدن است، اصلاح شدن است، راه درست یافتن است. همه اینها میگه از راه گوش است. الحمدلله رب العالمین. برادران عزیز که امروزه ما در ملک خودمانم خدای مهربان چی مرحمتی کرده است که این خیلی لحظه های نشست هم داریم و لحظه های دیگر از زیارت هم داریم. یک منطقه با یک منطقه دیگر الحمدلله آزاد میریم، به پروا میریم، با دیگر میل محبت داریم. اینا شکرگزاری کندت کنه که خدای مهربان همین نعمت در ما پاینده نگه بداره. خداوند بابای دامنا را رحمت و مغفرت کنه. اگر بسیار صحبت های دراز کردنی هم هستیم، از بس که ما وقت ما بسیار کمتره کردیم، یک چند جا وعده داریم برای با گشته رفتن و تو پایتخت. از همین لحاظ انشاءالله گفتی همون محمد صاحب ایرانی که یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیشی کور است. بابای دامنا را خدا رحمت و مغفرت کنه. خاری جانم بسیار خیر احسانات قبول کنه و الله مهربان همه این برادرای ما، این قدردان ها و همسایه ها و طبیب های بسیار محترم ما که در این محفل اشتراک دارند، خدا قدومی همه تن را حسنات نویسته و الله مهربان هم دنیاتون هم آخرتون آباد کنه. و از وقت که شما مردم های به زمین سر کار دارین، خدا کارهاتون و در زمین هاتون و در جان هاتون و در سلامتی هاتون خدا هم برار بته و هم برکت بته و هم کشایش بته. و در این منطقه شما بسیار دامله های بزرگ هم بودن که بعضی هاش علاقه زیر خاک هستن. الله مهربان از آن جمله که دامله محمدی و فرزند ارجمند چون که برادر ما قاری میرزا علی که مقصد از دنیا گذشتن، انا خدای مهربان رحمت و مغفرت کنه و الله مهربان باقی مانده داملایی که هستن، برادرایی که در این منطقه هستن، خدای مهربان عمر درازشون بده و ایمان کاملشون نصیب گردونه. اللهم اعنا علی ذکریک و شکریک و حسن عبادتیک یا ارحم الراحمین. خدا برکت تا سلامت باشین. قاری میرزا علی، قاری میرزا علی نام البته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی، ترکی ما کردیم و به خاکم آغوش شدی. خانه را اگر نور بود ز رخسار تو بود، ای چراغ نور تو از چه چیز خاموش شدی. تو روز می روی در خاک مگر بنده خبر داری. تو روز می روی در خاک مگر بنده خبر داری. مشو مغرور آن عمری که دو روز بسر داری. برفتن شاه و درویشان از این دنیا بس گریان. برفتن شاه و درویشان از این دنیا بس گریان. مخن بسیار و بیهوده تو هم روز گذر داری. مخن بسیار و بیهوده تو هم روز گذر داری. شب فرصت غنیمت دان بکش در طاعتی خالق که فردا روز محشر در بیابان شور و شر داری. که فردا روز محشر در بیابان شور و شر داری. مباش امین کسی موزر تو را نفع میکند در خاک. چی سود از سیم و زر ای دوست کفن در خاک برداری. شب عمرت به غفلت رفت شب دیگر خدا داند. شب عمرت به غفلت رفت شب دیگر خدا داند. کی میخزی نمیخزی چی امیدی سحر داری. چی میخزی نمیخزی چی امیدی سحر داری. انیس کو یار و دوستانت همه در خانه خاکم. انیس کو یار و دوستانت همه در خانه خاکم. تو هم روز از آن خانه به آن خانه گذر داری. به قبرستان گذر کردی دعا کن، دعا کردی به خاطر یاد ما کن. تو هم روز به گوری تنگ و تاریک دعا خوانده ای از ترک و تاجک. ای که بر ما بگذری دامن کشان سخت و محتاجن الحمد بخوان.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صواب سمرة تلاوة وصواب سمرة أمر معروف ونهي عن منكر إلهامين صواب سمرة نعت ويكرسل صواب سمرة خير صدقة ومكر اليوم أولا خصوصا وزيادة ويكرفتو لرسول الله صلى الله عليه وسلم نظام صحابة وتابعين آمين وأرواح مجتهدين محدثين ومفسرين خصوصا برحمته دامو سعیانی خدا إلهامين روحش شاد قبرش پر نور گرداند باقی مانده فرزندان بیراش خداوند عمری درازی با برکاتی با توفیق آمين آمين اهل جماعه ما را پروردی و توفیق هدایت عطا بفرمایید اسلام و مسلمین را در تمام کره زمین عالی الله هی تشکر فاری جوان رحمت شو خیر برکت زیاد الله نگهبان